دیگه ما از خود میخواهیم، از مردم خود میخواهیم، از ملت خود میخواهیم، از آبرین میخواهیم که اقلا یک بوتل خالی که در سرک است اقلا پارک جور کرده نمیتونیم، تعمیر جور کرده نمیتونیم. ما بتونیم که امیر بگیم که این خانه ماست. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مارک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق زایی در خدمت شماست. امروز 3 جولای سال 2026 میلادی است. اینجا در بهار کانتیننتال است. اینجا عروسی نیست، همه هموطنان عزیز ما با حضورداشت معاون مقام ولایت شاروال صاحب به خاطر افتتاح یک چوک یا چهارراهی جمع شدن که این چهارراهی قبلا هم در مزار شریف بود، اما بعد از این چهارراهی به نام چهارراهی بلاک های رهایشی رفاه که شما بنرهایشان رو در تصویر میبینید. بعد از این یک چهارراهی که قبلا به یک نام دیگر بود حالا قرار است به نام چهارراهی رفاه امروز رسما تغییر نام بکند و از سر دوباره آباد میشه، یعنی نوسازی و بازسازی میشه. بعد از اینکه صرف تمام شد همه مقامات و اهل رسانه ها میرن آنجا. از شما خواهش میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ما بمانید، چنل ما را هم سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم فشار کنید. سلام مجدد. ما از هتل برآمدیم با مهمانا و مسئولین بلاک های رهایشی رفاه شاروالی مزار شریف اینجا آمدیم. چوک الکوزی سر از امروز دیگه به نام چوک الکوزی یاد نمی شود، به نام چوک و یا چهارراهی استقلال قرار است که امروز رسما خشت تهدابش مانده شود. چند تصویر برای شما میگیرم، بعد با مسئولین شاروالی و با کسایی که اینجا سرمایه‌گذاری کردن حتما مصاحبه میکنیم. با ما باشید، میریم تصویر میگیریم.
مسئولین مجتمع رهایشی رفاه هستیم در رابطه به بازسازی هایی که در مزار شریف، بلاک هایی که توسط اینها ساخته می شود. بر علاوه در ساخت و ساز شهر ما مسئولیت عمومی و فردی گرفتن. چند سوال از اینا میکنیم. السلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ بخیر هستین؟ محترم سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ بخیر هستین؟ نام شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض سلام و ارادت دارم خدمت تمام بیننده‌هایی که ما را تماشا میکنن. علیکم سلام. تمیم حکیمی هستم، مدیر مسئول بخش فروشات بلاک‌های مجتمع رهایشی رفاه. ماشاءالله حکیمی صاحب. بگوین که در مزار شریف چند ساختمان به پایه اکمال رسیده و چند تا سر کار است یا زیر کار است؟ قسمی که برای همه مردم عزیزم افغانستان و ویدا است، شرکت ساختمانی مجتمع رهایشی رفاه تقریبا بیشتر از یک دهه میشه که در عرصه ساخت و ساز ماشاءالله فعالیت میکنه. الحمدلله لله الحمد. ما تقریبا در حدود 10 پروژه در شهر مزار شریف، شهر دیار مولا علی داریم ماشاءالله که یک تعداد از اینا تکمیل شده و هموطنهای ما از او استفاده میکنن. بله، یک دو سه تاشو خودم دیدیم مقصد. بله و یک تعداد دیگه هم زیر کار هستن و انشالله نیت و اراده هم است که انشالله در آینده بتونیم پروژه های جدید بگیریم و تا باشه در قسمت آبادانی کشور عزیز ما افغانستان سهم داشته باشیم و یک خدمت کوچکی برای مردم عزیز خود افغانستان بکنیم. به همین شکل در شهر کابل پایتخت کشور عزیز ما دیگه تقریبا بیشتر از 10 پروژه در شهر کابل داریم که اکثریتشان در قسمت شهر نو کابل است. دیگه همچنان یک آشیانه به طرف خلیفه الله داریم. ماشاءالله دیگه لله الحمد به کمک خداوند کارا به طور منظم جریان داره. شهرولی مزار شریف شما را مجبور ساخت یا شما خودم مکلف دانستین که در آبادی شهر مزار شریف سهم داشته باشید؟ بسیار سوال خوبی کردین. ما قسمی که در جریان هستیم لله الحمد، هدف شرکت مجتمع رهایشی رفاه خدمت برای مردم و آبادانی کشور عزیز ما افغانستان است. بله. و طبعا که ما خود مکلف میدانیم که باید ای وطن سر ما حقدار است. گرچه کارایی که میکنیم یک خدمت اندک است، دیگه وطن سر ما حقدار است. دیگه ایرا ما برای خود واجب میدانیم و مکلف میدانیم که باید دیگه در قسمت آبادانی و ترقی کشور عزیز و افغانستان سهم داشته باشیم. در رابطه به اینجا تکتاز من نفهمیدم، ممکن است برای دوستایی که میلز از بیرون هم میبینن نام کدام آپارتمان است، بلند منزل است، چیز؟ شرکت ساختمانی مجتمع رهایشی رفاه بلاک ها و ساخت و سازهایی که در شهر مزار شریف کرده به نام رفاه است. و ساخت و سازی که ما در کابل داریم بلاک های کابل به نام تکتاز است. باز هر پروژه برای خود مشخص نمبر جدا داره. خوب شد که ما به این موضوع رسیدیم. و شما از شما به نمایندگی رسانه ها از شما از جناب رئیس صاحبتان که واقعا در آبادی شهر زیبای مزار شریف یک مسئولیت عمده را گرفتن، یک تشکری ویژه میکنم. خیر باشید. تشکر. با یکی از اهالی شهر زیبای مزار شریف هستیم. نظر ایشان را در رابطه به فعالیت‌های شهرولی مزار شریف می‌خواهیم بشنویم. آقای محترم السلام علیکم. السلام علیکم. شما خوب هستید؟ شکر. خیرتی است؟ شکر. بخیر باشید. نام شما؟ عبدالصمد. کاکا عبدالصمد. بله. مطمئن هستم که از فعالیت‌های شهرولی مزار شریف خبر احسان است. خداوند سپاسگزار هستیم که این رقم یک تاجری برادر جان وطن دوست ما این چوک‌بار ایجاد میکنه، زیبایی شهر ما میشه. نه تنها چوک، نه تنها چوک، سرک، کوچه، از قبیل کوچه، هنر، یک بلند منزل ها در رأس مردم قرار میده. خدا رو بسیار سپاسگزار، شکرگزار. خواستن از او سرمایه‌گذاری که خوب مثل امینا برای خوب پیسه داره در خارج است. نه باید در وطن خود بیا، در کشور خود بیا، سرسبزی وطن باشه، خدمت مثل وطن باشه. اون تاجر است. خداوند از ذکر هم زیافتر میده. نه که پولی ما رو ببره در مسئله خارج عیش و نوش کرده بگرده. اونا تاجر نیست. تو عیش و نوش هم کنه بیا اینجا بیا اینجا نوش. زیاد تشکر. دست بده مرا کنید. بخیر باشید. بخیر باشید. نظری به خود دوست عزیز.
عزیزای ما هستیم که اینا هم در آبادی شهر نه تنها مزار شریف بلکه باید عموم بگیم افغانستان سهم عمده دارد با یک مسئولیت خیلی بزرگ است. یکی اینا در کدام بخش کار میکنن بین ازشان بشنویم. محترم السلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستید؟ خیریتی است؟ تشکر. سلامت زنده باشین. نام شما؟ سلامت و بخیر باشین. سلام خدمت شما دوباره و بیننده‌های یوتیوب کانال شما. قربانتان. رامین عزیزی هستم، معاون شرکت پیشگام عزیزی. خب عزیز صاحب، شرکت شما معمولا کدام کارا را در افغانستان یا در مزار شریف پیش میبرند؟ شما سلامت و بخیر باشین. شرکت پیشگام عزیزی در رابطه با ساخت و ساز در کل در شهر کابل و مزار شریف فعالیت داره و ما بخش اسکلت بندی، بخشای تکتاز و رفاه مزار شریف بدوش داریم. بله. از آن چیزایی که شما استفاده میکنید تولید وطن است یا از بیرون میاد؟ مواد را که ما استفاده میکنیم اکثرا از خارج از کشور و افغانستان وارد میشه، مثل سمنت و دیگر مواد که در اسکلت بندی ما استفاده میکنیم و داریم موادی که مثلا از سیخ گل استفاده میکنیم اکثرا از داخل کشور ما داریم، مثل ملت استیل و دیگر بخشایی که هستیم. تنها در کابل و مزار شریف است نمیده بقیه جای هستید؟ فعلا فعالیت‌های ما تنها در کابل و مزار شریف، اکثر فعالیت‌های ما در کابل است و با مزار شریف تقریبا دیگه که 2 یا 3 پروژه میشه که ما نو ساخت سازی. چند سال میشه که شرکت شما فعالیت داره؟ شرکت ما تقریبا 4 سال میشه که تأسیس شده و فعالیت‌های ما تقریبا بیش از 20 سال میشه که ما در بخش ساخت ساز تجربه کاری داریم. شما افتخار ما هستید، در آبادی وطن سهم دارید. بخیر باشید. تشکر. ما همیشه دوست دارم از محاسن سرفیدان و بزرگای وطن بشنویم. با یکی از محاسن سرفیدان شهر ما شما هستیم. باباجی سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستید؟ خیریتی است؟ بخیر هستید ان شاء الله. نام شما؟ خوش باشید. اسم من مردان شاه است. مردان شاه. در مزار شریف زندگی. در مزار شریف چند سال؟ خب. فعالیت‌های شهرولی رو خب می‌بینید دیگه. بله. نظرتان چیست در رابطه با ساخت ساز، چوک، سرک؟ ما 63 سال سن داریم. شاید بعد از 15 سالگی ما در شهر مزار شریف رفت آمد میکنیم. اینجا دوست ماست، خانه ماست. این پارک توسط آج قارس فیرال محمد اعمار میشه و خیلی خوارزاده ماست. ماشاءالله. ما به خود میبالیم، ما افتخار میکنیم که تو شخصایی است به خاطر آبادی پیش بینیم تو باباجی. خوش. به خاطر آبادی، به خاطر امنیت، به خاطر بازسازی، به خاطر رونق یک شهر پول خرج میکنه، مصرف میکنه زیر نظر امارت اسلامی که شاروال محترم فعالی که در سند سال ما اقلا ما رئیس جمهوری تر فعال نداشتیم که بیاید از سرگاه بگرده که این جای خراب است بازسازی شوه. این چیز است. ما شاروال محترم از حکومت محترم میخوایم که این آبادی ها و این بازسازی ها و این رونق و این گل و گلکاری گلزاری را سر تا سر مربوط مزار شریف که است وسط بتیا و تطبیق شوه و از این کدام پیر هستیم جوانتر میشیم. ماشاءالله. نه یکی دوست باشه، نه یکی چپاول باشه، نه یکی خاک بالا قلوق باشه. به چشم مردم خاک زدن باشه. ما شما تجربه ش داریم. بله به چشم مردم خاک زدن باشه، میلیون دلار مصرف کنه، کاغل کنه گفتی از اشرف او چیز دیگه. ما از خود میخوایم، از مردم خود میخوایم، از ملت خود میخوایم، از آبرین میخوایم که اقلا یک بوتل خالی که در سرک است اقلا پارک جور کرده نمیتونیم، تعمیر جور کرده نمیتونیم. ما بتونیم که امیر بگیم که این خانه ماست. یا اقلا یک بوتل یک پیام خیلی مهم. این احساس شما در این عمر قابل قدر است و برای جوانای ما یک الهام بخش است. سلامت باشید. اگر اینمی ساخت و سازا و بازسازی را با چند سال پیش مقایسه بکنیم تغییرات آمده؟ 100% اصلا میبینیم که عرض کردم که میبینیم که در روز بعد که میبینیم شهر دیگه شده. شب میبینیم اصلا راه رو گم میکنیم که اینجا خوبی نیست، کجا بریم ما. این سعی کوشش همین حکومت است، این شما جوانوری است که رسانه‌ای هستین میرسانین. باباجی ایمی موضوع اشاره کردین. ما شما
بغیر از این سرمایه گذارا زیاد تجاران هم داریم در بیرون از افغانستان هم سرمایه گذاری کردن. اگر یکی از محاسن سپیدان شهر ما با اونا کدام پیام داشته باشین؟ ما به اونا پیام داریم که متاسفانه ما در ایران زندگی کردیم، کار میکردیم، زحمت میکردیم، بالاخره تعمیر که در سر میرسید میگفت اوه پس برو پایت کثیف است، یا بالاخره تو یک افغانی هستی. همون سرمایه دارایی که در خارج در اروپا و امریکا و آسیا جور میکنه و پول مصرف میکنه، ترکیه و دبی، شاید اونا رو در 100 متریش هم وقت نمونه، پولش برادر رفت، بیا میره نیست بیا سرمایه را اینجا جور کن که خدا راضی باشه از تو، مردم راضی باشه، وطن آباد شوه. یک توریست یک خارجی به وقتی که ببینه سرسبزی و آبادی شهر چقدر خوش میشه. یک افتخار برای شهر ما شماست. این شهر سخی جان است، شهر مولانا جلال الدین محمدی بلخی است. دیگه خیلی خوش شدم. چهارراه جور میکنه خداوند خیر بتا اینا را از 6 جهت برش خداوند کمک کنه، از 6 جهت. بله. چقدر مردم آرام است، امنیت است، نه غونگ است، نه پونگ است، نه استادکو، نه ترافیک است، قانون است، مقررات است. باید ما ملت هم مکلفیت هم اینمی است که نگاه بکنیم. چند روز پیش چوک ساعت سرک پیش چوک ساعت پروژه خالد افتتاح شد. ما رفتیم امروز همکاریم، شما باور بکنید شو کانکریت انداخته، صبحش که موتر تیر میشه داغ تیر موتر میمونه. آخر خودم رفتم چیره انداختم، دوستام شاهد هستن دیدن مکتب از برای خدا والی شورولی جور کرد، مسئولیتش انجام داد. مسئولیت فردی ما و شما چی است؟ باید از این مراقبت بکنیم، حفظ بکنیم، خدا نخواسته زود خراب نشه. شاید اقل یک دو روز خوبان نگه و پاشی شود. بله کسی که به شهر خود خدمت نمیکنه، به سرای خود خیانت میکنه، به ملت و وطن خود خدمت میکنه و اصلا بسیار زیاد تشکر از شما. خدا شما را طول عمر با سعادت نصیب کنه. خوش شدم که با شما صحبت کنم. بخیر. دوستان عزیز، با جناب محمدی صاحب هستم، مسئول مطبوعات شارولی مزار شریف که خوشبختانه در برنامه امروز هم با ما هستند. ما هنوز هم در رابطه با این چوک اصلا اطلاعات ندارم که چقدر سرمایه گذاری شده، چگونه جور میشه. محمدی صاحب محترم سلام علیکم، خسته نباشین. تشکر، زنده باشی. سرگذشت در نخست برای شما و بینندگانتان سلام تقدیم میکنم. علیکم سلام. بفرمایید در رابطه با این چوک نو نامش چی است و معلوماتی را بکنید. قبلا که شما چوک آشنایی دارین، بلدت دارین، بله. علی کوزه یاد میشد و بسیار مساحت زیادی در این ساحه شهر مزار شریف گرفته بود. بله. دیگه چهارراهی شهرواری شهر مزار شریف تصمیم گرفت که این چهارراهی باید بازسازی شود و هم سرکای اطراف جدید شود، چون از بیروبار اصلی یا ازدحام ترافیکی در این ساحه بسیار زیاد خیلی زیاد. همه دوستا شاهد بودن. ما شاهد هستیم. شهرواری مزار شریف تصمیم گرفت چوک از هر طرف 9 متری را خرد ساخت، چوک خرد شد، چهارراهی و سرکای اطرافش وسیع شد و بعد حالی ساخته میشه به صورت اساسی و معیاری که به اساس هدایت جوالی صاحبی به نام چهارراهی استقلال شد. بله، که به هزینه در حدود 12 میلیون افغانی ای ساخته میشه. یک منار زیبا در وسط چهارراهی اعمار میشه که این چهارراهی با سوی شهرواری مزار شریف با همکاری مالی مجتمع رهایشی رفاه در مدت 6 الی 7 ماه کاری به صورت اساسی ساخته خواهد شد و همچنان در اینجا و همه روزه شاید در حدود 20 تا 30 نفر زمینه کار هم فراهم شود. بله.
یک پدر قهرمان در این سنت در آبادی وطن کار میکنن. قسمی که شما در تصویر میبینید لباس منظم کارگری را پوشیده و در همین چوک استقلال کار میکنن. پدر جان سلام علیکم. شما خوب هستین؟ شکر. خیرتی هستین ان شاء الله؟ نام شما؟ روزی محمد. کاکا روزی محمد از مزار شریف هستین؟ از ولسوالی مردیان هستم، ولایت جوزجان. ولایت جوزجان. بله. اینجا کار میکنید؟ اینجا کار میکنم. چند روز میشه کار میکنید؟ اینجا یک 15 روز میشه کار میکنم. خوب است، مقصد خرج خانه میبره؟ میشه یک گزارش. چند ساله هستین؟ 62 ساله. 62 ساله؟ بله. در خانه اونجا است یا داخل شهر است؟ نه، خانه در اونجا در اطراف در ولسوالی مردیان است. ولسوالی مردیان است. یک 15 روز تیر میکنم، همینجا یک 4 پیدا میکنم میرم در خانه. خانه میرم. اولادا کار نمیکنه؟ اولادا خورده بعضی هاشون دختر هستن، بچه‌ها. خب بچه فرزند کلان ندارین؟ نه دارم، اولا از کار نیست و قدر کار نمیکنه. 10 ساله و 15 ساله شاید باشه. 15 ساله 14 ساله اینا سر کار نازم نامده. پیش از این تو مردی کاری میکردین؟ ما هم یکان 20 سال میشه در مزار مردی کار میکنم. یکان 20 سال میشه؟ 20 سال میشه. تا وقت کرده ایشون مردی کار میکنم. مردی کاری میکنین؟ بله. نام خدا هنوزم تکلم معلوم میشین. ما را دوستایتان بدونه سگ. تو جوانایی که 35 ساله باشه نمیتونن. بله. خدا نگاه کردین، تمرین میکنین دیگه. بله، دیگه نمیگو از کار نمیترم نه. هم پیسه پیدا میکنین، هم در رابطه با هم باری وطن خدمت میکنین. بله. چه در ساخت سازی سرک شما کار میکنین؟ بله. کردن چوک شما کار میکنین؟ سر در چوک کار میکنین؟ در جویچه ها شما کار میکنین؟ بله. شما افتخار ما هستین. بله. بخیر باشین. بخیر باشین، زنده بخیر باشین. تشکر، سلامت. دوستان عزیز، برنامه را در همینجا به پایان میرسانیم. ما یک بار دیگر هم تاکید میکنم که هر هموطن عزیز ما که یک خشت به خاطر آبادی افغانستان عزیز ما و الخصوص به خاطر آبادی شهر سخیجان میگذاره، ما با او افتخار میکنیم. احمد است، محمود است، کلبی است، مقصود است، ولو هر کس که باشه نور چشم ما است. ما اگر داشته باشم ما هم حتما این کارا میکنم. مسئولیت من اگر این قدر است که نمیخشت بگیرم و جوانم که بر یک آبر مزاحمت نکنه، این برای ما افتخار است. ولی آفرین به آنهایی که اینجا میلیون ها افغانی سرمایه گذاری میکنه، نمای شهر تغییر میده. زمانی که توریستا و یا هموطنان خود ما از بقیه ولایت به مزار شریف میه، وقتی این شهر پر رونق و شهر پر زرق و برق میبینه، واقعا خوش میشه و آدم احساس غرور پیدا میکند. به هر صورت تا برنامه فردا که ساقزای در خدمت شما قرار میگیره، همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.